سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو از کانال آیار لیگ نیوز. داخل این ویدیو قراره چند تا از کامبک‌های خفن و خاطر انگیز استقلال رو با هم ببینیم. به نظرتون کدوم یکی خفن تر بود؟ لایک و ساب یادتون نره. بریم برای ویدیو. لیگ چهارم، ابومسلم استقلال. لیگ چهارم، استقلال برق شیراز. ضربه سر و گل. یکی از گل‌ها جبران میشه. رضا عنایتی 17مین گل فصل. گل عنایتی و اکبرپور اعتراض تماشاگرها و جنجالی که آخر بود. رضا عنایتی یک ضربه محکم و توپ میگیره در مقابل دروازه خالیس و گل. گل سوم برای تیم استقلال در لیگ 23 هوادار استقلال. گام های یامگا به سمت توپ و ضربه‌ای که میزنه و دروازه هوادار باز شد. اختلاف به یک گل میرسه. روزبه چشمی سر اولو زد فرصت، اینم گل دوم. مهداد محمدیه که دروازه رو باز میکنه. استقلال به بازی برمیگرده. مهداد محمدی همچنان خودش با پای چپ ضربه رو هم میزنه. شاید فقط منتظر بود که این جمله گفته بشه. چه چپی زد مهداد محمدی. لیگ 16 پرسپولیس استقلال. ضربه سر محمد انصاری پشت محمدی جریمه توی دروازه چه گل قشنگی زد فرشید اسماعیلی. حساب کار 1-1. بال خود فرشید اسماعیلی به دهانه دروازه و گل دوم قربانی میزنه. استقلال 2 پرسپولیس 1. این بار فرشید اسماعیلی پاس گل داد. میندازه کاوه رضایی در مقابلش هستم و گل سوم کاوه رضایی میزنه. چه پایان خوشی برای نیمه اول استقلال. لیگ 23 ذوب‌آهن استقلال. لیگ 22 گلگهر استقلال.